حالا شد دوپامین دیتاکس یا سمزدایی دوپامین. کلا دوپامین رو توضیح بدم. وقتی که ما یه لذتی میبریم همراهش دوپامین ترشح میشه. خب داخل یوتیوب داریم میچرخیم، داریم لذت میبریم از ریلزایی که میبینیم. خب و این دوپامین ترشح میکنه داخل بدن ما. یکی از دلایلی که ما به سوشال مدیا و فضای مجازی اینجور چیزا اعتیاد داریم یکیش همین ترشح دوپامین زیادیه. اعتیادم میاره. مثلا کسی که مواد میکشه دوپامین زیادی داخل بدن ترشح میشه، برای همین اعتیاد داره به اون مواده. حالا شو دوپامین دیتاکس 7 روزه است. خب شما به مدت 7 روز از وسایل کارهایی که باعث میشه که دوپامین زیادی ترشح بشه و اعتیاد زیادی پیدا بکنیم به اون کار شما رو منع میکنه. و یکی از بهترین چالشایی که شما میتونید بدنتون رو سمزدایی بکنید. اگه میخواید من انجامش بدم و ببینید چه بلایی سر من میاد، حتما واسه من کامنت بکنین. 100% انجامش میدم. Let's go.